ای بابا نفس افتادیم. اصلا داریم کجا میریم؟ ای به خشکشان وقتشه، زبانش رسیده. نیستی، نابودی. چی شد یهو؟ تو که سالم بودی نوکرتم. کمک، داش بهادر به دادمون برس. یکی زنگ بزنه اورژانس. وای آخه تو چرا همچینی شدی یهو؟ شیخ بهایی؟ جناب شیخ بهایی چه رفته؟ جلو نگا فرزندم، همونجا وایسا. چی؟ آخه برای چرا؟ خوب گوش کن ببین من چی میگم. تا چند لحظه دیگه زمین منو میبلعه. وای ننم، هی جدی میگی؟ معلومه که جدی میگم. اول باید چشماتو ببندی که این صحنه رو نبینی، چون خیلی وحشتناکه. بعدش هم همین که دیدی من نیستم، برو این خبر رو به خانوادم بده. الان وقتشه. بیا، اینم دستمزد کارت. وای بلا به دور، الاغتم ببرم جناب شیخ؟ نه، اونم بلعیده میشه فرزندم. ای وای آخه من دیگه چرا؟ بابا من جوونم، نمیخوام بمیرم. بهادر کجایی که زمین خرتو خورد؟ به حق چیزای نیده. گفتم چشماتو ببند. باش باش حالا چشماتو باز کن. وای نه باز کنیم. هون بلا به دور، زمین شیخ بهایی را خیر ده لقمه چپش کرد.